سلام دوستان، پونه هستم با یه سوپ فوری پای مرغ در خدمتتون هستم. من از قبل پای مرغا رو پختم، آبشو برمیدارم چون بچه ها دوست ندارن. پای مرغشو میذارم کنار. یه بسته پای مرغ یه 2 ساعت پخته شده، حالت ژلاتینی هم میگیره. مواد مورد نیازشم سیب زمینی 5 عدد، گوجه گیلاسی، گوجه درشتم داشتید اشکال نداره، من نداشتم. یه دونه فلفل دلمه، 2 تا هویج درشت که خوردش کردم، 2 تا پیاز، 2 حبه سیر، 2 تا و نصفی هم پیمانه جو پرک هستش که این برای آخره کارمونه. خب اینا رو الان همه رو خورد میکنیم درشت، مثلا نیاز نیست اینا رو ریز خورد کنیم چون میخوام اینا همه با هم پخته بشه. ما فقط نیاز داریم اینا خورد بشه. میریزیم داخل قابلمه. این سوپ برای سرماخوردگی فوق‌العاده است، بسیار پروتئینش بالاست. فلفل دلمه همه چارواش کنیم بسته. این سوپ نیاز نیست این مواد رو حالا ریز و نگینی خورد کنیم، چون میخوایم بعدش میکس کنیم. مهم اینه که درشتم خوب چه اشکال نداره. گوجه‌مونم رو قسمت میکنیم. این سوپ برای سرماخوردگی، برای بچه ها، واسه کسایی که پادرد دارن، چون ژلاتین پای مرغ توش هست، بسیار عالیه. البته بچه ها نباید متوجه بشن چون ببینن نمیخورن. من اینو دارم برای پسرم درست میکنم، خیلی هم بد غذاست. دو تا پیازم میریزیم. پیازا رو هم همینجوری این حالت دونست میکنیم، پوستشو میکنیم. بچه غذایی که من یادتون میدم خیلی سریع و فوری هستش، نیاز به این همه تجملات و این چیزا نداره. راحت دم دست درست میکنید. سیب زمینی همونم همینطور دواش. نه آخری مرحله سیرمون هم میریزیم. توی این سوپ نیاز نیست فلفل بکنیم چون برای سرماخوردگیه، احتمالا برای بچه ها اذیت میشن. همه رو ریختیم داخل قابلمه. همه مواد رو آب پای مرغ میریزیم، بعد زردچوبه و نمک. هیچ نیازی به چیز دیگه نیست. اگه دیگه آبش هم کم بود موقع جوشیدن یکم دیگه آب جوشیده میریزیم، میذاریم اینو الان قشنگ حدود 45 دقیقه بجوشه. همه هویج و پیاز و فلفل دلمه با هم جوشیده بشه، بعد ادامه این کار رو بهتون میگم. دوستان ما مواد داخل سوپ رو همه رو پختیم، حالا میخوایم میکسش کنیم.
من جوهای پرک 20 دقیقه خیس کردم. جوها خیس خورده 20 دقیقه. کنار گذاشتم. دوستان رو میکس کردیم. سوپ رو قشنگ میکس شد با میکسر. این جوهای پرک هم که یه 20 دقیقه خیس کردیم میریزیم داخلش. اگه دوست داشتید میتونید تو این سوپ جعفری هم بریزین یا سبزی سوپی که من دوست نداشتم بریزم. میذاریم بجوشه قشنگ تا لعاب بده، جا بیفته. قشنگ یه سوپ خوبه، فوریه، رستورانیه. سوپ عالیه واسه سرماخوردگی و آنفولانزا. میذاریم روی گاز دوباره بجوشه تا اینا قشنگ لعاب بده، جا بیفته این پرک ها، جو پرک ها. دوستان سوپ ما آماده شد. سوپ لعابدار خوشمزه. دوست داشتید آخر سوپ میتونید جعفری بریزید. من چون پسرم دوست نداشت جعفری نریختم. میتونید شما جعفری بریزین برای عطر بیشترش. یه سوپ با کیفیت خیلی خوشمزه. ممنونم که منو همراهی میکنید. لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.